گیری در محوطه جریمه، داور میره تذکر میده و یه مقدار التهاب رو کاهش میده تا بتونه با کنترل بازی شکل بازی رو بهتر دنبال بکنه. ببینیم چجوری ضربه رو میزنن به شکل مستقیم. اصلا رو نباید دست کم بگیرن. تیم با انگیزه ای عرض کردم. اورونوف رو پاس عمری وارد محوطه جریمه میشه. اورونوف تکنیک بالایی داره، نمایشی پاس میده، میفرسته اون سم، باکیچ شوت میزنه، چقدر قشنگ میزنه. اورونوف یه لایی میزنه، میاره تو عرض، بیفوما میکاره برای علیپور. علیپور توپو گم میکنه اما پشت سرش سروش رفیعی هست. حالا عمری یه پاس، بیفوما خطر روی دروازه استقلال خوزستان، توی دروازه سروش رفیعی. خوب دید چقدر خوب اضافه شد، علیرغم اینکه کیا مسیر توپ رو تشخیص داد اما ضربه شده توسط کادر فنی پرسپولیس. موقعیت نصیبش بشه خوب ضربه میزنه، بازی دنبال میشه. علیپور یه مقدار ضریب پاسای اشتباه به نظرم بالاه. 1-2 موفق. اورونوف پوشش داره خط دفاع استقلال خوزستان. باکیچ کنترل میکنه، باز میخواد یه گل قشنگ بزنه، ضربه عالیه. عمری این بار مغلوب نمیشه. محمد جواد کیا از بازیکنای با اخلاق و رگ و ریشه دار واقعا باید به نیکی یاد شه. یکیشون این محمد خداوندلوه. یه پاس پشت دفاع، عمری چرا این گونه ضربه زد؟ کنانی زادگان. علیپور یه پا رو ستون میکنه، توپو بر میداره، فرار میکنه، بیفوما رو دستش هست. حالا برای بیفوما آفساید هست یا نه؟ موقعیت برای بیفوما، زاویه رو تنگ میکنه، پاس به عقب، مشابه گلی که زدن. مگه میشه در این فاصله؟ اورونوف اونورم که میزبانی ها تو این ورزشگاه اونجایی که امکانش هست فرشید باید تلاش کرد که وضعیت چمن این ورزشگاه رو در شرایط مطلوب قرار داد. اورونوف چیکار کرد؟ اومد جبران بکنه، عمری میزنه، برمیگرده تا علیپور بزنه و تو اینجوری به بیرون بره، تیمش کمک بکنه. اورونوف نیمه دوم بهتر بازی کرده. اورونوف، سروش رفیعی به غیر از پیام نیازمند هر 10 بازیکن پرسپولیس تو زمین استقلال خوزستان هستن. علیپور میچرخه، دوباره واکنش محمد جواد کیا. فلاحیان 2 تعویض برای استقلال خوزستان. محمد حسین زواری و امیرعلی صادقی به زمین خواهند اومد. تعلل احمدی، یه فضای عالی اون سمت، چه پاسی داد سلک، دیگه از این موقعیت بهتر نمیتونه ایجاد شه برای اورونوف. نه، امشب شب گلزنیه. اورونوف نیست. علیپور توپو خوب برداشت و فرار کرد محمدی. ببینیم اون چه تصمیمی میگیره. حالا این سمت اورونوف رو پای راست، محمدی، علیپور، اشتباه بازیکن استقلال خوزستان. اورونوف در تکاپو که بالاخره یه گل بزنه، حالا سر میخوره برای بیفوما، تک به تک میکنه. چقدر مکس و تعلل دارن بازیکنای پرسپولیس. دیگه چیکار میخواد بکنه اونجا اورونوف وقتی هم که تو از همه میگذره رو خط دفاع؟ بیفوما پرسپولیس هم تعویضی انجام نداده. اورونوف، محمدی استارت زده، میفرسته توپ رو به جناح راست برای سروش رفیعی. باز هم خود گوهری بلند دوباره برمیگرده خود سروش رفیعی، پنالتی میگیره. چقدر قشنگ این کارو انجام داد. فکر میکنم حالا بهش صحنه رو مورد بازبینی هم قرار داد. اینجا تو این زاویه معلومه سروش رفیعی اول توپو میزنه، اینجا معلوم نبود. اینجا فکر کردم دفاع استقلال خوزستان توپو زد، محروم نیست اگر، ولی صحنه کاملتر صحنه قبلیه. همه منتظر این ضربه برتری با کدام خواهد بود. میزنه و علیرغم اینکه به سمت توپ رفت
موفق محمد حسین کنانی زادگان نتیجه رو 2-0 میکنه تا حد زیادی خیال هوادارای پرسپولیس راحت بشه از این. پور شیجانی رو به زمین میفرسته تا چند لحظه دیگه تا در این 3-4 دقیقه هم فرصت بازی به او برسه. خداوندلو، علیپور تک به تک و گل سوم. آفساید هم دیگه اعلام نمیشه تا برد 3-0 پرسپولیس. خوشحالی اونها رو در شبی که مقابل استقلال خوزستان در هفته دهم قرار گرفتن کامل بکنه. استقلال خوزستان و دیگه داور تا بیشتر این مسابقه مصدوم نداده از جمله همکارش بازی رو پایان